فإن أعیاه، اگر حتی مسلمانان هم را جمع میکرد و چیزی نمیافت نزد آنان هم، ان یجد فیه سنة من رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع رؤوس الناس، این دفعه سروران مردم و رؤسای مردم و بزرگان مردم و خیارهم و بهترین مردم را جمع میکرد. فاستشارهم، یعنی این دفعه از آنها مشورت میخواست. فاذا اجتمع رأیهم على امر قضا به، اگر آنها نظرشون بر چیزی جمع شد به آن حکم میکرد، یعنی همشون بر چیزی اتفاق پیدا میکردن بر آن حکم میکرد. این هم رجال سند این خبر و این اثر ثقه هستند همشون. و امام بیهقی در کتاب آداب القاضی این خبر را آورده و امام سیوطی هم در کتاب مفتاح الجنه این را دوباره به امام دارمی نسبت داده. امام دارمی کافی است چون از همه متقدم تر است.